از آریانا تا افغانستان، سرگذشت پرراز یک سرزمین. اینجا سرزمین و باد و خاک است، جایی که از دل کوه‌های سر به فلک کشیده و دشت‌های بی انتها تاریخ بیرون می آید که با خون، جنگ، افتخار نوشته شده. اما پرسش اینجاست: این سرزمین چی وقت افغانستان نام گرفت و چرا این نام تا امروز با جنگ، سیاست و مقاومت گره خورده است؟ قبل از آنکه کسی نام افغانستان را بشنوه، این سرزمین با نام آریانا شناخته می شد، واژه‌ای که در کتبه‌های پارسی باستان آمده. در آن وقت مردمان این سرزمین از کابل تا بلخ، از قندهار تا هرات بخشی از شاهنشاه‌های بزرگ مثل هخامنشی‌ها، ساسانی‌ها و بعدتر خلافت اسلامی بودند. در قرنهای بعد وقت اسلام در این خاک ریشه گرفت، نام خراسان بر این منطقه ماندگار شد. خراسان یعنی جای طلوع خورشید. واقعا هم اینجا جایی بود که تمدن و دانش از آنجا به شرق و غرب پخش می شد. اما واژه افغان از کجا آمد؟ در منابع تاریخی گفته می شود که افغان ها در اصل از قبایل پشتون بودند که در مناطق جنوب و شرق کشور زندگی می کردند. در قرن 16 میلادی واژه افغانستان به معنی سرزمین افغان ها آهسته آهسته وارد متون تاریخ شد. اما اولین بار در سال 1747 میلادی بعد از کشته شدن نادر افشار وقت احمد شاه درانی، بنیانگذار دولت درانی تاج پادشاهی را به سر گذاشت، کشور را افغانستان نامید. او بود که قبایل مختلف را زیر یک بیرق جمع کرد و پایه‌های یک دولت مستقل را گذاشت. بعد از احمد شاه پسرش تیمورشاه پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد. در طول تاریخ کشور شاهد جنگ‌های داخلی، رقابت‌های قبیلوی و نفوذ امپراتوری‌های بیرونی شد. در قرن 19 انگلیس ها از جنوب وارد شدند و روس ها از شمال نزدیک شدند. در همین زمان خط مرزی معروف دیورند در سال 1893 توسط امیر عبدالرحمن خان با فشار انگلیس امضا شد. خطی که تا امروز یکی از پرمناقشه ترین مرزهای دنیاست. در سال 1919 بعد از 3 جنگ بزرگ با انگلیس ها، امان الله خان استقلال افغانستان را اعلان کرد. در این دوره کشور رنگ پیشرفت گرفت، مکتب ها ساخته شد، قانون اساسی از نو نوشته شد و زنها حق آموزش پیدا کردند. اما اصلاحات امان الله خان زیاد دوام نیاورد. مخالفت های داخلی او را از تخت پایین آورد. در زمان محمد ظاهر شاه افغانستان آرامترین دوران خود را تجربه کرد. اما در سال 1973 پسر کاکایش محمد داود خان با کودتای نظامی شاهی را پایان داد و جمهوریت را اعلان کرد. 5 سال بعد در سال 1978 کودتای ثور رخ داد. کمونیست ها قدرت را گرفتند و بعد از آن شوروی در سال 1979 حمله کرد. جنگ مجاهدین با روس‌ها نزدیک به 1 دهه طول کشید و صدها هزار انسان قربانی شد. بعد از خروج روس‌ها در سال 1989 مجاهدین در سال 1992 کابل را گرفتند،
اما جنگ داخلی میان خودشان آغاز شد. در سال 1996 طالبان ظهور کردند و با شعار نظام و شریعت کابل را به تصرف خود درآوردند. اما بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 امریکا ناتو وارد افغانستان شد و طالبان سقوط کردند. 20 سال جنگ، امید، بازسازی، دوباره ناامنی. سرانجام در سال 2021 طالبان دوباره بر کابل حاکم شدند. امروز افغانستان هنوز در میان دود و خاکستر گذشته قدم میزند، اما در دل این سرزمین هنوز امید زنده است. از جوانان آگاه گرفته تا زنان شجاع، همه در تلاشند تا دوباره تاریخ را به سوی روشنایی ببرد. و شاید روز وقت دنیا از افغانستان یاد می کند نه تنها از جنگ و مرز بلکه از فرهنگ، دانش و انسانیت سخن بگوید. این بود سرگذشت پرراز افغانستان از آریانا تا امروز، سرزمینی که 1000 بار سوخت اما هر بار از خاکسترش دوباره برخاست.